با تفصیلات پورای خبرها توجه کنید. تشکیل غیر قانونی نقطه صرافی و مشغول شدن به خرید و فروش اسعار خارجی سبب شد که نسبت ساکن 38 ساله شهر خوجند طالبجان ولیев مقامات پروکراتورای ناحیه باباجان غفورов پرونده جنایتی آغاز نماید. گمان بر شده فعالیت غیر قانونی خود را در حدود سامان بازار شهر بوستان انجام داده است. هرچند طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم اسعار و نظارت اسعار واسطه پرداخت در تاجیکستان پلیس سامانی بوده با اسعار خارجی بدون اجازتنامه انجام دهی عملیات مبادلوی منع است. بعضی نفران منفعتجو به قانونشکنی راه میدهند. در دوره چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی کارمندان مقامات پروکراتورا و میلیسیای ناحیه باباجان غفورов فعالیت غیر قانونی صراف به اصطلاح ولیوچیک را آشکار نمودند. شهروند ولیев طالبجان اوخونجانویچ سال تولدش 1983 استقامت کننده شهر خوجند در حدود بازار سامان شهر بوستان به خرید و فروش اسعار خارجی مشغول بود که چنین رفتار غیر قانونی به احترامی نسبت پول ملی را افاده کرده زمینه واقعی برای کاهشیابی قرب پول ملی می باشد. فروش دلار روسی همین آدم‌ها می‌آوردن علیش کرده می‌دادن. نقطه‌ای که شما با فعالیت مشغولید که در کجا جای گشته؟ در بازار سامان. آیا شما می‌دانید که همین عمل و رفتار شما خلاف قانون بود؟ من می‌دونستم این کارو غیر قانونی بود بعد پنهانی می‌کردیم. با متدهای اپراتیوی در شرایط اداره شونده بعد عوض نمودن $4000 به 45600 سومانی حرکت‌های خلاف قانونی طالبجان ولیев در نقطه کاریش در آمدگاه سامان بازار شهر بوستان آشکار گردید. همچنین از گمان بر شده اسعار خارجی 61500 روبل روسی و پول ملی سومانی دریافت شده است که صراف بودن طالبجان ولیев را اثبات می‌کند. در همین اساس از طرف مقامات پروکراتورای ناحیه باباجان غفورov با ماده 286 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردید. طبق ماده 286 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که از 3 قسم عبارت می باشد معاملات غیر قانونی با اسعار خارجی با عوض نمودن برای فروش و استفاده آن با صفت دیگر واسطه‌های پرداخت صادر شده باشد جزا در نمود جریمه و محروم ساختن از آزادی از 2 تا 9 سال مقرر کرده شده است. تجربه عملی نشان می‌دهد که حالت‌های با معاملات غیرقانونی اسعار خارجی مشغول گردیدن از جانب شهروندان در حدودهای بازارها، مرکزهای سودا و غیرها بیشتر مشغول می‌گردند. یادرس می‌شویم که پول ملی سومانی واسطه یگانه استثنایی قانونی معاملات و پرداخت همه حساب برابرکنی‌ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان است. از این لحاظ تمام نرخنامه، تعرفه و واحدها باید تنها با سومانی افاده یابد. اما در اکثر موارد شهروندان کوشش می‌کنند که دادو گرفت و حساب برابرکنی‌ها را توسط اسعار خارجی انجام دهند. بخصوص هنگام خرید و فروش واسطه نقلیات، خانه و دیگر مالکیت غیر منقول که این خلاف قانون و نشانه به احترامی نسبت به ارزش‌های ملی میباشد.